میدونی بهترین روش اپلای تو لینکدین که باهاش نتیجه هم بگیری چیه؟ من خودم با استفاده از این روش تونستم 5 تا پوزیشن پیدا کنم و اپلای کنم که 2 تاش به مسابقه اولیه دعوت شدن. حالا اگه کنجکاوی بدون این روش چیه، بقیه ویدیو رو ببین. بعد از اینکه وارد سایت لینکدین شدید، اون بالا تو بخش سرچ اول یه هشتگ وارد میکنید و بعدش میزنید هایرینگ و یه اسپیس میزنید و بعدش عنوان شغلی که براش دنبال کار میگردین رو وارد میکنید، یه اسپیس مجدد و اسم شهری که میخواید براش اپلای کنید. حالا یه اینتر میزنید، اون بالا سمت چپ گزینه پست رو انتخاب میکنید. با این کار شما پست کسایی که توی اون شهر در حال حاضر دنبال نیروی کار میگردن رو پیدا میکنید و در نتیجه شانس پذیرش خیلی بالایی خواهید داشت. اونا حتما توی پست میگن که شما باید رزومه یا سی ویتون رو برای یه ایمیل خاصی بفرستید. حالا اینجا شما یه وظیفه خیلی مهم دارید و اونم اینه که همراه رزومه یا سی ویتون یه متن خیلی جذاب بنویسید که نظر اونا رو جلب کنید. حالا اگه میخوای بدونی تو ایمیلی که بهشون میزنی چی باید بنویسی که شانس پذیرشت بره بالا، تو کامنت ها بنویس ایمیل تا برات تمپلیتش رو بفرستم.